شماری از رئیسان فدراسیون‌های ورزشی ادعا می‌کنند از برگزاری یک انتخابات تقلبی برای انتخاب رئیس آینده کمیته ملی المپیک جلوگیری کردند. آنان میگویند محمد انور جگدلک رئیس کنونی این کمیته قصد دارد تا با برگزاری انتخابات تقلبی همچنان در سمتش باقی بماند. اما آقای جگدلک در تماس تلفنی با تلویزیون طلوع این ادعاها را رد می‌کند و آن را توطئه می‌خواند. شماری از رئیسان فدراسیون‌های ورزشی با برگزاری نشست خبری در کلوپ مرکزی شطرنج شهر کابل مخالفتشان را با ابقای محمد انور جگدلک به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کردند. آنان مدعی هستند از برگزاری یک انتخابات تقلبی نیز جلوگیری کردند. انتخابات بود، از خاطر از این انتخابات بود که امضاها شد. رئیس‌های فدراسیون که پیش از پیش برشان گفته شد و سرگه بود جگدلک تبریکی دادن و من کلی تبریکی داد و جگدلک صاحب خیست که جلسه را ترک به که من رفتم دیگه خداحافظ که من مقابلش خیستم که گفتم من کاندید خود هستم. اگر من کاندید باشم همین رویه را میخوایم پیش بگیرم بنان خودت چی میخوای بکنی. بعداً با تکلیف ما رئیس بنمنتون خیست، رئیس فدراسیون تکواندو ربانی زاده خیست، رئیس به زیبایی اندام خیست.